سلام کلی ملت. امروز روز عید است، عیدتان مبارک، روزه و نمازتان قبول داخل اشیا و قضیه. امروز آمدیم با حسین میخوایم یک ولاگ بگیریم. این از گل سوب است دیگه، مثلا 4 بجه است داریم ها گل سوب است. بیاد حسین. سلام علیکم. سلام جور بخیر دوستا، خوب هستین؟ صحت خوب؟ عیدتان مبارک. دیگه خلاص نمازشان نماز که گرفتین و نگرفتین قبول از تو انشاءالله. امروز ورزش میکنیم دیگه. نیم که هست محیطی جیم برتان نشون میدم. جای قبول یا مشکل باید فعلا پاکاری کنه. اول باز خیر است یک ورزش میکنیم باز بریم. چی بگی؟ تو فکر کنسلیش نکن کنسلیش اینجا که هست حسین ما حرکتی چرا میره نتمیش. یکی از عضلات خیلی خوب است. این قسمت ها را که دنبل زدیم پس نرم میکنه، دولت افضی کنه رگ مگ گیریش رو بشه صحیح میشه. چند بجه صبح امروز از خواب خستی؟ 4 بجه صبح. حالا که میبینیم 4 بجه صبح است، هوا کم کم روشن میشه. 6 بجه میشه. هوا کم کم روشن میشه دیگه. اینجا که است گروپ ها رو روشن کردیم دیگه. یک صبح خوب باید بخیزی فهمیدی؟ از دیگرها که دو وقت بخیزی، یعنی که روزی خود از خداوند زودتر از دیگران بخیزی. آفرین، ماشاءالله. تشویق کنین بچه. اومدیم دیگه میریم به سمت اوبازی. اینجا که میبینین یک ویدیوی خیلی خوبیش داره رسایی کنیم. خیلی جای خوب است دیگه. یه مزاوز اوبازی. این حال ما میخوایم اینجا که اوبازی کنیم جایتون خالی دیگه. بریم کم کم. امروز عید است دیگه، ما مسافر بریم یک شاور بگیریم که قانون رعایت کنیم. یخ نیه؟ نه گرمه.
گرمه؟ گل نگو خوب باز یخ میشه. او ایمال یخ شد. یخ شد؟ آماده هستی؟ یس. پرت خودم تو. پرت یک دایف کو. آه همین تو بیده پرتو پریش کو. یه رقم نه مثل وقاب. من برم یک شوهر بگیرم جمع بکنم و جمع نتونست ندارم جمع باید یاد بدم. مش مرا نمیبینی تو یخه یک موبایل تا خودم دیگه شوهر رو دارم. نه دیگه آقا مقبول معلوم میشه نمیشه؟ چی معلوم میشه؟ مقبول معلوم میشه؟ خوب صحیح مقبول مطلب هستم؟ مقبول تایید برم؟ برو نه دیگه یک دو سه. یک دو سه نه نشد بلند بده. یک دو سه برو بیرو بارا چی نکن اینال بگو خو یک دو سه برو جمپ دوم یس اینو تو بچه قومارا آفرین سعی که کم کم بارش هم آمده رئیس دیگه آه برو دفعه میل داری دفعه سیون جمع بکنیم. دو دفعه پایم به نظرم کرد این دفعه سعی کنیم پا گوری هستیم نیستیم در دوی هوا. آه بیا خوبش تای دستی بابالی بازی خلاص شد حسین؟ آه دیگه حالی کجا میریم؟ حالی بریم بخیر یکان چیز خرید کنیم سودا بگیریم شب مهمان میاد شب عید است دیگه امشب کلی ما مهمان حسین هستیم دیگه در قصر حسین آمدیم. باش که ما وقت آمدم من چی بودم کمک آشپز هستم دیگه یکی است آشپز است من کمک آشپز هستم دیگه در پالیش یک دیسپیشی میکنم برای تا که دیگه مهمان ها برسه کلی چی آماده شد. امشب خاطرات خوب داریم. بریم سلام علیکم بچه ها این ما باز آمدیم رفتیم سودا گرفتیم این بابا علی آشپزی کرده رئیس این گوشت تو کردیم کچالو برنج مانده اینجا لحاق قرمه
با ولی چی گفتنی داره؟ چی احساس داری یعنی حالا؟ فعلا احساسم بسیار تنگ است. چی بگیر پسک چی هوا بیفتی. چه کلایی به به شک بکنم چی یک تایید شده گو؟ دیگه تو آشپزی وطنی دیگه امروز ها؟ امروز به ناوقت شده ها یک ذره میمانو نوقت کلش رسیدم مرگ نه خودم میمان هستم خواهد مهمان ناخوانده میمان ناخواسته وظیفه نیم تو کارا کن چطوره؟ نه؟ سخته؟ خب اون نرم میشه او رو زیرش کم کن زیرش کم کن سرش بان زیاد نرم میشه یک ذره دیگه دیماغم گفتی؟ چی شو؟ آه. گفتی نمونه بازم نه دیگه نه آشپز که دو تا شد لگه درد تو وزی سپر کنم وزی یا شور میشه یا به نمک خب بچه های چیزها رو انداختیم پس اون جور شد باز میاییم هستیم فعلا خداحافظ خب بگو امروز که بود دیگه نشد کم نوار شد خود چی وار کفتاوی استیمونه است که است روزی بسیار خاص است نیفهمی کدام روز است چرا؟ امروز روز عید است روز خاص است روز عید است میبینی رنگ بودن شد سعی که تو چی رنگ کشیده و خود دیگه بس است دیگه داره فعلا پس آن چی شد آماده شد نمیبینیم خداحافظ خب اینه بچه های دیگمون تیار شد برنج سعی کنیم خوبش معلوم نمیشه مقصد مزه خوبشه خوب یک بوی طعم بوی گرفتن باش قرمه رو براتون نشان میتیم این قرمه سعی که تو بیابه گپ میزنه ها دیگه بیا برای بکو والا خیلی زحمت کشیدی علیرضا دستی درد نکنه خود دیگه باز هستیم تا استوریای بعدی کجا؟ چی میگی؟ چی میگی؟ بگو چی کرده؟ بگو کل ما دو نفر ما و تو امران سه عبور سمه پنج حفیظ عبدالله هفت نفر سیرم دو سه تقسیم کد در سر برنجابان بیشک والا این رنگ روخش کشیدی دیگه شو بیشک سمسه آشپز بودی تو ما هیچ خبر نداشتیم ازی بابا در هر هفته تو رو طلب میکنیم بیا یک آشپزی تایت
مرة سایکل جیک مرا میزنه سایکل جیک میزنه پیشتر یک ذره چی شده بود؟ هواش زیاد شده بود، ایره زیاد ماندیم حال خوب شده. شده. جیک میزنه مرا بخور سایکل گوشت و کچالو اینا را فهمیده؟ همین تو برابر به یک از دیست من که از خودش واسه نیست سایکل یک ذره اگه زیاد ماند کیرم بیتون همون تاقی دیگه